به دنیای الارت خوش اومدین. جایی برای شنیدن صداهایی که شاید توی شلوغی روزمره گم میشن. من المیرا هستم و در دومین قسمت درباره فئودور داستایوفسکی، نویسنده بزرگ روس و یکی از آثار شخصی و عاشقانه‌اش، کتاب داستایوفسکی به آنا، صحبت کنم. داستایوفسکی کسی است که زندگی پر از فراز و نشیب داشت. مشکلات مالی، بیماری و فشارهای اجتماعی او را به یک نویسنده‌ای عمیق و حساس تبدیل کرد. در آثارش مثل جنایت و مکافات یا ابله همیشه تلاش کرده تضادهای درونی انسان، امید و ناامیدی و اخلاق را نشان دهد. کتاب داستایوفسکی به آنا مجموعی از نامه‌ها و یادداشت‌های داستایوفسکی به همسرش آنا است. در این نامه‌ها او عشق و صمیمیت خود را ابراز می‌کند و درباره تغییر، مسئولیت و زندگی مشترک صحبت می‌کند. یکی از نامه‌های مجموعه را با هم بشنویم. کبوتر عزیزم، آنا جان، آنچه را دیشب تند نویسی کردی پاک نویس نکن. تصمیم گرفتم به کل حذفش کنم. در عوض اگر زحمتت نیست صفحه آخر کار را از روی پیک روسی دوباره نویسی کن. اگر حتی اندکی حس کردی سر حال نیستی، نمیخواهد این کار را بکنی. تأکید میکنم حواست باشد که فقط تا ساعت 5 کار کنی. بعدش دیگر خودت را خسته نکن و خیلی شتاب به خرج نده. لوبای بازیگوش را میبوسم و همینطور جناب ننه را که فعلا در خلوت تنگ و تارش در بیخبری به سر میبرد و هنوز ساکت و آرام است. اما به زودی او هم مانند لوبا خودش را نشان خواهد داد. قربانت، داستایوفسکی. خواندن این کتاب مثل قدم گذاشتن در قلب و ذهن داستایوفسکی است و برای هر کسی که به زندگی و آثار او علاقه دارد تجربه‌ای بی‌نظیر است. ممنون که به الارت گوش دادین. این دومین قدم ما کنار هم بود. تا اپیزود بعدی مراقب زیبایی‌های زندگیتون باشین.